سلام علیکم بچه‌ها. در این اولمون نصف کرده باشم و درباره پایتون صحبت میکنیم. یعنی زبانی برنامه‌سازی پایتون که درش ما چقدر میتونیم کار کنیم. چون که ما پیشکی به شما گفته بودیم 15 مثال با وب نت کار میکنیم. بعد یک مثال با سی پلس پلس کار میکنیم، یعنی هم سی پلس پلس هم سی شارپ دیارم گذاشتیم. الکی 15 مثال با سی شارپ ما کار کردیم. بعد شما که 5 مثال دیگه با پایتون ما شما کار کنیم و نشانتون میدیم. خب چرا کار کنیم؟ ما آغاز میکنیم. برای اول تفتیش که برنامه شما کار میکند نگاه کنیم. برنامه پایتون وقتی که سرش میتیم ایدی شل اگر استنفه کردگی باشیم، خب فایل دوارید میشیم. فایل انا بعدا نیو فایل گفتن ایسوندگی هستن. نیو فایل از یر میکنیم. خب این جای کد نویسی پیدا میشه. این جای کد نویسی شما ایجاد هم بنویسونیم میشه و اینه بلوده. فقط ایجاد یک قطار کد قبول میکنه. تمام میاد که اگر نویسندگی تر باشه ایجاد وستایتش میکنیم کار میکنیم. خب ما داکی بیاین برای سنجش می نویسونیم پرینت. خب پرینت بعدا در داخل قوس ما نقطه میکشیم. در داخل نقطه می نویسونیم. عادتا می نویسونیم سلام دنیا برای سنجش و دیگر من نمیخوام می نویسونیم سلام مش نیک بگم میسافسون نمیخواد میخوای انا که بعدا رن نظر میکنیم حجم ما باید اینمی کلمه را ببرم. خب رن مودو یا اینکه F5 وقتی زر میکنیم source must be saved. اوکی فایل های ما یکم بار سخن که اگه نیستم برای همکه سخنید که گفته استای جای سخن کنی را ما انتخاب میکنیم یا برنامه سازی ایجاد یکم این فایل فقط بیاین برای ابراهیمی نمی‌نویسیم. ابراهیمیان این پاشا باسه ساختن. خب انا که اینا نگاه کنیم که جایی در میگه شما خطا دارم name error print is not name print خطا گرفته است خطایی. انا با حرفای مایده می نویسیم print. چرا که میبینیم نه رنگش علی شد، یعنی پرینت ما را قبول کرد. خب اوکی نه چرا که میبینیم سلام انیمیشن یعنی کار کرد ایجاد برو. خب آفرین ما ایره ایداش برآمدیم. اکنون چیکار میکنیم؟ ما مثال را میخونیم. نگاه کنید نویسندگی های طرف کوادرات ا داده شده است پریمتر آن پ برابر 4 ضرب ای یافته شود. یکم مثالی بگیم. ما می نویسونیم خب طرف کوادرات ا داده شده است ا برابری همه کد داخچه می نویسونیم. خب ا برابری input همش برفی майда чаре ки дидин аллакай як бор хатогӣ бировард. Input қавсам мекушем. Дар дохили қавс нухнакӯ мекунем менависонем. қимати аро дохил намоед. Аро қимати аро дохил намоед. Дохил намоед. баъд ин намоед камтар ҷои холӣ мепартоем ки баъдан начаспад. поён механдем. дар поёнгиш боша аллакай мо формуларо менависонем. یا که شما میتونید پراموی فرمولا در جای چاپ شونده بنویسید یا خیلی بگید پرینت. خب قوس میکنیم در داخل قوس منویسیم پی برابری میمونیم. وقتی ما پی برابری مونیم بعدا نقطه میکنیم در داخل بخشش جدا و کمتر خطایی کردیم ایجاد یکم نقطه میکنیم. در داخل نقطه ما منویسیم پی برابری. خب یعنی پریمتر را میابیم ایجاد ویرگول بعدا 4 ضربی ا 4 ضربی ا انا این خیلی میتونیم همین قیمت را کار کنیم. حاضر را نظر میکنیم برای سنجش. اوکی سخرانید گفته است. اینا بینیم قیمتی ا را داخل نماید گفته انتظار است. قیمت یا ایمو 5 نظر میکنیم نگاه کنیم پی برابری 5 انا برای کجایی ده خطاگی شد. این خطاگی را ما باید بیابیم.
خب خطاگی را یافتیم، کمتر دربارش خواندیم و خطاگی معلوم شد. برای چی اینجا با جای 20 4 تا 5 برآورد؟ سببش در اینه که اینپوت خالی ما فقط قیمت استرینگ را قبول میکنه. استرینگ یعنی عدد خالی گفتنی گپ، یعنی حرف باشه حرف، رقم باشه رقم. اینجا 4 ضربه این معناش اینه که یک 5 که ما نویسونیم 4 بار ببرو گفته برای امثال. برای که تری نکنم ما اپراتور اینت استفاده میبریم، زبان علش میکنیم. خب اینت قوس هم میکشیم، بعد اینپوت با قوس هم محکم میکنیم، یعنی گفتنی گپ که اینتجر. خب یه بار دیگه برنامه رو سر میتیم ران مودول اوکی. این کارت باید جوابمون انیق ببریم. چقدر که میبینیم جوابمون انیق برامد. این بود طرز حلی مثالی یکم. دوامش میتیم مثالی دویم حل کنید. خب مثال یکم بود، مثال دویم میخونیم در باش چی نویسندگی است. خب ولکه طرف کوادرات داده شده است، مساوات اون اس برابر د در کوادرات یافته شود. خب در کوادرات مساحت یعنی در اینجا ما عادتا تغییر میدیم. اینجا برای با کوادرات برداشتن ما حالا چیکار میکنیم؟ حالا کار میکنیم دوشتا ا مینویسیم برای که ا ای داخل کننده مای. اینجا ما دو تا ضرب میمونیم بعدا دو. عادتا در دیگر چیو درجه دیگر خیلی بود این برنامه دا باشه، یعنی پایتون دا درجه ای دو ضربه موندین معنی درجه نداره. خب سرش میتیم اوکی سخرانید. انا اکی مثال میگیم مساحتی ما 5. چقدر که میبینیم جواب انیق شد. دوامش میتیم مثال 3 ما میخونیم. خب طرفی راست اونجا ا و ب داده شدن، مساحتی اون اس برابر ا ضرب ب و پریمتر اون پ برابر 2 ضرب جنبه یافته شود. انا این فرمول را ما باید نویسیم. حالا که قیمتی ا رو داریم، قیمتی ب رو داخل میکنیم ب. اینجا دا می نویسیم ب. انا اینجا دا باشه چی؟ دو تا پرینت میگیریم برای که ما باید دو قیمت ها خارج کنیم. یکم قیمت من مساحت های از ضربی ب، اینجا دا قریب بیداریم از ضربی ب. دیمش باشه پی، اینجا دا می نویسیم پی برای که در جا خود پیران نشون میده. دو ضربی می نویسیم دو ضربی در داخل قوس ا جمع ب. و اینجا یک قوس دیگر هم محکم میکنیم. همون برنامه ما با کار دارم چون میتونیم علاقه مونم بسنجیم. ما باشه مثالی 4 ما با طرز کار کنیم شاید که در همینجا خودش فرموله هست با همون اصول فهموندهتون میگیریم. مثالی 4 دیامتری دوره د داشته است، درازی دوره ال برابر پی ضرب دی یافته شود با صفت قیمت پی 314 استفاده برده شود. علاقه ایجاد ما یک قیمت داخل کننده داریم و هم باشه د دیامتری دوره. اینجا هم توضیح میکنیم د این با ما در کار نیست. خب پرینت هم ماده یک تا در کاره پرینت هم نما پرامای با جای قیمت پی خود پی را می نویسیم. علاقه 314 ایجاد باشه میمونیم خودی بگرم. خب باید مثال فرمولای 4 مونم باید که کار کنه یا برای معبود رو بسنجیم. مثال 2 میگیریم چرا که میبینیم فرمولا کار کرده است. خب انا اکنون میگذاریم با مثالی 5 مون. اینجا گفتگی که درازی تیغه کوب ا داشت از حجم کوب و برابر ا در کوب مساحت سطحی آن اس برابر یافته شود. خب ما اینجا فقط قیمت ا رو داخل میکنیم، یعنی اسم که قیمت یا جواب ما باشه دو تا و اس داریم. اینجا ما یک بار کپی میکنم. اینجا ما یک باید و را داریم. ا در کوب حالا که شما نویسنده میتونیم ا ضرب دو تا ضرب 3 اسمش میشه ا در کوب. انا اس باشه اسم برابر 6 ضرب یا در کوادرات 6 ضرب ا یکم علمو
چون الهیده با کل میبرداریم با کвадрат بعدا ضرب 6 میکنیم. خب با همین این پنجمین مثالی ما بود. یک بار که سرش میکنیم میسنجیم. اوکی سفینش میکنیم. د نه مساحت بود 4 شد. حجمش 8 شد. مساحتش باشه 24. خب با همین سربلند خانواده باشیم تا نوارهای بعدی درباره پایتون که با 15 مثال دیگه یعنی 30 مثال دیگه با شرط کار کردیم و 15 تا دیگه کار کنیم حالا که 30 تا میشه. بعدا با 5 مثال دیگه ایراد دوام میتیم سربلند خانواده باشیم.